سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه پانچیک تیار میکنیم. پانچیک ما عجایبات با لذت با محصولات کم خرج با راهی آسان تماما وقتی زایدکی نمیگیرد. اضافه محصولات لازمه برای ما 600-700 گرم آرد، 300 میلی لیتر شیر. شیرمو سخت گرم نباشد که دراژمو میسوزد. شیرمو شیرگرم باشد، این در حرارت خانه باشد. 3-4 قاشق شکر، من 50 گرم مسئله گرفتم. میتونید روغنی رستنی هم استفاده برید. جاش به من دراژی تر استفاده میبرم 20 گرم. اگر دراژی خشک استفاده برید 10 گرم استفاده برید. یک دانه تخم ونیلین، ونیلینی سخر برای باشه خشک کردن و نمک لازم است. این محصولات ها برای پانچیکی ما لازم است. ما در اول دراژه میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کار ما با فیض و برکت آبروتیت. من دراژه ما تر، دراژه خشکم استفاده برید میشد، شرط نه دراژه تر استفاده بردن. من کمتر شیرمای ریخته اول ما دراژه خوش رو آب میکنیم. من دراژه ما آب شد، ما کو من دیگه شیرمای همراه میکنیم. من مسئله آب کرگی همای همراه میکنیم. مسئله من یک دانه تخم، من شکر همای میتونید اضافه تر کنید شکرشه. من ونیلین ساخرنی، من نمک. همشه خوش رو آب میکنیم. یک خیل محصولات تصویر میکنیم. ما همشه خوش رو آب کریم. اکو آرده همراه کره خمیر تیار میکنیم. من خمیری ما هم تیار شد. نه اونقدر سخت شود نه اونقدر ملایم. ما کو می کاسامه خوش رو روغن میکنیم که خمیره ما ورم کره نچسبد. کاسامه روغن کریم کو خمیره ما میمونیم. روی خمیره ما هم کمتر من روغن میکنیم. من بالی خمیره ما سلافان کره 1 ساعت نگاه میدارم که خمیره ما کمتر برم. من خمیری ما هم دم گرفت. من نگاه کنید چقدر برم خوش رو کرد. برم ما خمیره ما میگیریم ستالبه. خوشتاشه نگاه کنید. ما خمیرامو چخه مهینی نغز دستامه روغن کرده. خمیرامه با زوالچا تقسیم میکنیم. ما به شرط نیست زوالگیتا کشاده اینا کلوله ریزه کردن شرط نیست. ما با راهی آسان هرچقدر با راهی آسان تیار کنیم برای ما همین قدر بهتر. من خمیرامه تقسیم میکنیم با دو قسم. ما زوالچه میگیریم. هر یکشه من مایدیچه جدا کرده زوالچه میگیریم. تقسیم کردیم. هر یکو همینه کو زوالچه میگیریم. نگاه میکنیم خیلی کلانتر خواهید کلانتر مایده تر خواهید مایده تر کرد. زوالچه میگیریم. در زوالچه گیته من لیستی تفتانه خوش رو روغن کردم. همین لیستی تفتان با میگیریم. لیست بمی طبقه بمی چی که بخواهید میگیرید. بیاد خمیرش مهینی نقص خوش رو هر یک شب برابر کرده شروع من زوالچه میگیریم. زوالچه گیری الکه معلوم که کلان و مایده بودنشه فرق میکنیم. راستی دستم موقتی حرکت کنید که روی زوالچه ما سیلیق بیاد.
نه زغالچه هم خیلی دور میمانیم و در 15 دقیقه دیگه روشه بایگان دسترخوانی سبک میپاشیم. میتونید سلافانه هم بالاش بپاشید. نه خمیری پانچیکی ما هم دم گرفت. نگاه کنید چقدر خوشرو ورم کرد. نه دستامو رقم میکنیم. نه امنی میگیریم. گرفته مابینش سوراخ میکنیم. نه سوراخ کنیم. نه میجنبانیم. نه نگاه کنید تماما آسان. کار اضافگیش نیست است. نه میگیریم و مابینش همین لیلیکی کلانمو که من سوراخ میکنیم و من چاق میزنانه. نه نگاه کنید چقدر کلوده خوشرون بیاد. باین ربغم بپزیم خوشرو پیدا میتید انشالله. نه تماما قینیش نیست است. ما اینه کشاده با خمیراش بریده جمع کرده. کاری اضافگی لازم نیست. من همش خمیرامو اسراف هم نمیشه. خمیرامو با بریده همش کلوله کنیم سخت میشه. نمی راه آسان تری پانچیک پزی. نه لکه روغنی ما هم گرم شد. ما پانچیکای میاندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من علاوه بلند به پخسگی نگاه کنید خوش شروع سرخ شده است. درونش هم خوش رو پزد. برای همین علاوه پستر به من سرخ کراسیم پانچیکای. نه چه من سرخ خوش رو شد. نه تا سرخ شده نه یک طرفش نمیگردانه. نه مثل پانچیک. نه پانچیکای ما هم سرخ شد. همشه روغن سالفیتکه میگیریم. من سالفیتکه گرفتم که روغناشو گیره. من همینطور سرخ کرده گرفتم. من پانچیک ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر خوش شروع آمد. من ما کوین آرامیتی میتونید سخمی پودر پاشید. یکی من امروز آرامیتیم. من یک پچکه گلازوری تیار گرفتم. رنگش کبود. ما زیر ترسی تیار کنید با گلازوری نشان میتیم. من کاسه 10 قاشق سخنی پودر میگیریم. سخنی پودر گرفتیم. یک قاشق من روغنی رستنی میکنیم. روغنی رستنی همراه کنیم. اکو من همین آبی ما سخت جوشان باشد. جوش من گرفتم. من 2 قاشق آبی جوش همراه کنه. اول خوش رو میختم کنیم که آب شده نرود. من نگاه کنید داشت الکای آب شوساز. ما یک بار آبی گرمان همراه نمیکنیم. کم کم. باید خیلی سخت شود. ما دویم گلازور میگیریم. گلازور کابوتامایه کاسبه میگیریم. این بار یک قاشق من روغن. یک قاشق روغن کمتر من آب همراه میکنیم. نگاه کنید الکای رنگش برونزاست. من این هم خوش رو میختم کنیم. نمی روغن یعنی میدارد گلازوری مویا. آب شویبه نمیماند. برای همین یک قاشق همین گلازور تیار کنید. سیکرتش یک قاشق روغنی رستنی. من برای آرا دادم. من ویتامین چا گرفتم. من خیلی کاغذش من این خیلی مگزین به میفروشد. همین نمودش. من 2 کیلو باین گرفتم. من پانچیک گرفتیم. من کنیم
کمتر من میپاشیم ویتامین K. نگاه کنید میچینیم. چند تا خواهید من میکنید من رنگش نگاه کنید خودش یکانجاش به نمیدمد من سفیدش کتی گلزوری سفیدش کتی و شکلاتین میپاشم یعنی من همین طور من چگونه میبینید پانچکای ما هم تیار شد. من همش خیلی من آرا دادن کنه چه خوش آمد. من گلازورا شخ شد. من دست به نمیچسبه تماما این سخت میشد. من نیست و شخ شد همش. نه درونش شکستم بینیم درونش چخیلنده است. گلازوراشو نگاه کنید بسم الله نگاه کنید درونشه چه خوش آمدگی. نه دروناشو نگاه کنید چه ملایمه کی عجایبات با گلازوراش عجایبات بالا از دامدگی. نه سرخ خوش من درونش پخ عجایبات بالا از بیاد بوی خوش میکند عصبی ونیلین همراه کریم خمیرش به. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید پادپیساتسیا کنید یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.